سلام، به کانال رشن خیلی خوش اومدین. من اسما هستم و قراره توی این کانال قانون جمهوری اسلامی ایران رو به شکل خیلی ساده و کیس متد با هم یاد بگیریم. ممنون میشم اگر کانال رو سابسکرایب کنین، ویدیو رو لایک کنین و بیننده ویدیوهای ما باشین. کیس امروزمون آقایی هستن اهل شیراز. منزلی تهیه کردن، آپارتمانی، همکف، دارای حیاط اختصاصی و راه جدا. گفتن که پنجره‌های طبقه بالا به حیاطشون دید داره و مشرفه. میخواستن ببینن میتونن دیواری بزنن یا حالا حفاظی و مانع دیده اون پنجره‌ها به سمت حیاط بشن یا نه. خب راهنمایی ما به این شکله. شما میتونین که از طریق کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مراجعه کنین به اونجا و اونا چی کار میکنن؟ میان بازدید میکنن از منزل و اگر که موضوع رو درست دونستن تذکر میدن و گواهی پایان کار صادر نمیکنن برای حالا همسایه های طبقه بالا. و البته شما میتونین به جرم مزاحمت از حق به دادگستری هم مراجعه کنین و اونجا هم شکایت خودتون رو بیان کنین.